یه پدر و پسر با هم راه میرفتن، دست پدره رو شونه پسره بود. پدره یهو پرسید پسر منظورم از تو بیشتره یا تو زورت از من بیشتره؟ پسره نگذاشت و برداشت گفت نه خیلی به پدره من خیلی. اومد کنار دیوار وایساد و پسره نگاه کرد. اومد شاخ شمشاد خط کشیدی بازود کلوب شده بایدم بی‌تعارف بگید زورت بیشتره. گفت نه پدر زور شما بیشتره. گفت دکی تو که یه دقیقه پیش یه چیز دیگه گفتی. اون موقعی که گفتم زور من بیشتره دست شما روشونم. واسه همین از همه دنیا قوی‌تر بودم.